سلام بچه‌ها، 4 تا الوا رو می‌خوایم همزمان با هم دیگه کام و زبونه کنیم. کام و زبونه‌های جفت می‌خوره. میایم این قسمت 4 تا رو به هم میچسبونیم، علامت کام و زبونه‌مون رو میزنیم، میایم اردیسیمون رو متر میزنیم، از ابتدای کار تا انتهای اره‌مون مترشو میزنیم، میشه 3.5. یه قالب درست می‌کنیم به اندازه 3.5 سانت که شابلون کارمون باشه. می‌ذاریم اول اون خطایی که کشیدیم به صورت یه خط رو دیگه نتونیم ببینیم. یه شابلون میایم پشت کار میذاریم که اون محیط رو برامون دقیقاً اندازه نگه داره، عقب جلو نشه. با 2 تا میخ یا 3 تا میخ نگهش میداریم. هر چقدر که میخوایم کام زبونه کنیم به همون اندازه تیغمون رو میاریم پایین. ما الان 5 سانت باشه، اینم 5 سانت الان به اون میده. شروع میکنیم شیارش رو میزنیم. اینم از 4 تا شیارامون رو زدیم، هر 4 تا رو. حالا میریم روی خورد کردن این قسمت ها به این صورت. یه شابلون نیاز نداریم، دستی به صورت شکلی. خب حالا ما شیارامون هم زدیم، میایم سراغ شکوندن اینا. این هم از آخری. اینا رو بر میداریم، همه رو میریم سراغ پرداختش. همونطور که می‌بینید این قسمت کاملا صاف شده و این قسمت هم هنوز مونده که پرداختش انجام بشه. به همین راحتی میتونید با سرعت خیلی بالا کام زبونه‌های رو تعداد بالا و دقیق و کاملا مشابه هم انجام بدید. امیدوارم خوشتون اومده باشه.